سلام دوستان، در خدمت شما هستم با تلاوت آیاتی از قرآن که باعث میشه نور چشم شما زیاد بشه. آیات سوره قدر اگر 21 بار تلاوت بشه باعث میشه که نور چشم شما زیاد بشه. آیات سوره انعام آیه 127 لهم دار السلام عند ربهم و هو ولیهم بما کانوا یعملون و خواندن این آیه بعد از نماز صبح و مغرب. اللهم انی اسألک بحق محمد و آل محمد واجعل نور فی بصری و بصیرت فی دینی. و آیه 2 سوره انسان وجعلناه سمیعا بصیرا. خدا نگهدار.